اکنون باید درباره هندویسم صحبت کنیم. یکی از 5 دین بزرگ جهان. به آن در زبان سوئدی هندویسم میگویند. و هنگامی که درباره هندویسم صحبت میکنیم، عمدتاً در هند خواهیم بود. ایده های هندویسم به طور تویدمینی تحصیل در سراسر جهان پخش شده‌اند، اما بیشتر هندوها در زندگی می کنند. می توانید صفحه اول را باز کنید. اگر دفترچه یادداشت خود را دارید، زیرا چیزی که اکنون قرار است درباره آن صحبت کنیم بسیار مهم است. برای اینکه هندویسم را درک کنیم، باید کلمه چند خدایی را بفهمیم. در زبان سوئدی به آن پلیتیسم میگویند. ما می توانیم چند خدایی را با مفهومی که از ادیان ابراهیمی میشناسیم مقایسه کنیم، یعنی یکتاپرستی. در زبان سوئدی به آن مونوتیسم میگویند. یکتاپرستی باور به وجود تنها یک خدا است و نمونه‌هایی از ادیان یکتاپرست شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام می باشند. این ادیان فقط به یک خدا اعتقاد دارند. چند خدایی از سوی دیگر زمانی است که به چندین خدا باور داشته باشید. نمونه‌هایی از ادیان چند خدایی شامل هندویسم، بودیسم و همچنین دین یونان باستان است. بنابراین به طور خلاصه یکتاپرستی باور به یک خدا و چند خدایی باور به بیش از یک خدا است. استدلال‌هایی وجود دارد که هندویسم یکتاپرست است، اما به این موضوع بعداً خواهیم پرداخت. اکنون باید درباره یک مفهوم پیچیده صحبت کنیم، یعنی برهمن. در زبان سوئدی به آن برهمن میگویند. برهمن به معنای روح جهانی است، به نوعی. برهمن واقعیت الهی در هندویسم است. همه چیز از برهمن می آید و در برهمن وجود دارد. همه موجودات زنده از برهمن منشأ می گیرند و همه موجودات زنده باید به برهمن بازگردند. برهمن یک روح جهانی است. برخلاف خدای ادیان ابراهیمی، برهمن هیچ شکلی ندارد و در مدیریت جهان دخالتی نمی کند. هندوها نیز به برهمن تعلق ندارند، بلکه آنها خدایان دیگری را می پرستند. با این حال، خدایان از برهمن آمدند. به همین دلیل برخی استدلال می کنند که هندویسم یک دین یکتاپرست است. در هر صورت، برهمن یک مفهوم بسیار مهم است که باید با آن آشنا باشید. اکنون می توانید صفحه دوم دفترچه یادداشت خود را باز کنید، زیرا اکنون باید درباره یک مفهوم مهم دیگر صحبت کنیم، یعنی تناسخ. در زبان سوئدی به آن رینکارناسیون می گویند. در هندویسم باور به تناسخ وجود دارد که به این معنا است که روح پس از مرگ به یک شکل جدید از زندگی منتقل می شود. ما برهمن را داریم که همین الان درباره آن صحبت کردیم، یعنی روح جهانی. و در هر فرد چیزی وجود دارد که آتمان نامیده می شود. در زبان سوئدی به آن آتمان می گویند. آتمان روح هر فرد است. در هندویسم باور بر این است که روح پس از مرگ از یک شکل زندگی به شکل دیگری منتقل می شود. همانطور که گفته شد، این تناسخ نامیده می شود. چرخه‌ای که در آن روح به زندگی‌های دیگر منتقل می شود، سامسارا نامیده می شود. در زبان سوئدی به آن سامسارا می گویند. در تناسخ، هدف این است که زندگی بعدی بهتری داشته باشیم. برای اینکه زندگی بعدی بهتر باشد، انجام وظایف بسیار مهم است. در هندویسم به این وظایف دارما گفته می شود و در زبان سوئدی نیز دارما نامیده می شود. اگر فردی دارمای خود را انجام دهد، پس از مرگ زندگی بهتری خواهد داشت. اینکه فرد به چه چیزی دوباره متولد می شود، بستگی به کارما و چگونگی انجام وظایفش، یعنی همان دارما دارد. اعمال خوب کارمای خوب به همراه دارند. اگر کسی کارمای خوبی داشته باشد، به شکل خوبی دوباره متولد می شود. اما اگر کارمای بدی داشته باشد، به شکل کم ارزش‌تری دوباره متولد خواهد شد. به همین دلیل مردم تشویق می شوند که تا حد ممکن زندگی خوبی داشته باشند. این طرز تفکر به طور خلاصه در تصویر بعدی توضیح داده شده است. این تصویر مفهوم را نشان می دهد. فرشته مرگ نمادی است از زمانی که یک فرد یا موجودی می میرد. برای مثال، فرض کنیم که این فردی است که درگذشته است. این فرد وارد چرخه سامسارا می شود.
آنچه تعیین می کند که فرد در زندگی بعدی خود به چه چیزی تبدیل شود، کارمایی است که در طول زندگیش جمع آوری کرده است. اگر کسی کارما بدی داشته باشد، به درستی دهرما را رعایت نکرده و اعمال بدی انجام داده باشد، در زندگی بعدی خود به عنوان یک موجود زنده پایین‌تر، مثلا به عنوان یک حشره، دوباره متولد خواهد شد. این به سادگی به عنوان یک مجازات برای اینکه او زندگی قبلی خود را به درستی زندگی نکرده است، دیده می شود. اما اگر کسی به خوبی رفتار کرده و در طول زندگی خود کارما خوبی جمع کرده باشد، در زندگی بعدی خود به عنوان یک انسان بهتر دوباره متولد خواهد شد. این چرخه دائما ادامه دارد. انسان متولد می شود، زندگی می کند، کارما جمع می کند و می میرد و سپس دوباره متولد شده و از نو شروع می کند. اما اگر کسی کارما بسیار خوبی به دست آورد، می تواند به موکشه برسد. موکشه به معنای پایان دادن به چرخه تولد دوباره است. هندوها معتقدند و تلاش می کنند که آتمن یا نفسشان دوباره با برهمن یک پارچه شود. این موضوع را می توان با یک قطره آب که در دریا می افتد و با آن ترکیب می شود نشان داد. چنین کوچک است روح در مقایسه با برهمن. همه موجودات زنده بخشی دارند که با برهمن هماهنگ است، جایی که می توانند با واقعیت الهی دوباره یک پارچه شوند. هدف هندوها نه تولد دوباره بارها و بارها، بلکه بهبود مداوم و در نهایت بازگشت به برهمن است. دلیل اینکه هندوها نمی‌خواهند بارها و بارها متولد شوند، این است که زندگی به عنوان یک چرخه از رنج و نارضایتی دیده می شود. فرقی نمی کند که ما در چه شکلی دوباره متولد شویم. ما به طور مداوم با چالش‌هایی مانند بیماری، پیری و مرگ روبرو خواهیم شد. این چرخه سامسارا نامیده می شود. چرخه ابدی زندگی. هدف یک هندو این است که از این چرخه خارج شود و به موکشه برسد، رهایی از سامسارا. زمانی که به موکشه دست یابند، از رنج و از مبارزه مداوم با زندگی آزاد می شوند. در آن زمان به یک وحدت نهایی و آرام با برهمن می رسند که واقعیت جهانی یا الوهیت است. این بدان معناست که به هماهنگی کامل فراتر از هر درد و نگرانی می رسند. به همین دلیل است که هندوها تلاش می کنند به گونه‌ای زندگی کنند که کارما خوبی برایشان به ارمغان بیاورد تا روزی بتوانند این رهایی نهایی را به دست آورده و از تولد دوباره جلوگیری کنند. چگونه می توان کارما خوبی به دست آورد؟ چندین کار وجود دارد که می توان انجام داد. علاوه بر پیروی از وظایف خود، راه‌های دیگری نیز برای بهبود کارما وجود دارد. یکی از مثالها بازدید از واراناسی، یکی از مقدس‌ترین شهرهای هندوئیسم است که در کنار رود گنگ واقع شده است. بسیاری از هندوها تلاش می‌کنند در کنار سواحل گنگ بمیرند و سوزانده شوند، زیرا این امر به افزایش کارما و نزدیکتر شدن به موکشه، رهایی از تولد دوباره کمک می‌کند. واراناسی مکانی پر از مراسم مذهبی است و بسیاری به این شهر می‌روند تا در این مراسم شرکت کنند که همچنین به بهبود کارما آنها کمک می‌کند. مردن و سوزانده شدن در گنگ به عنوان یک گام مهم برای نزدیک شدن به برهمن و رسیدن به اتحاد نهایی با واقعیت الهی تلقی می‌شود. برای بسیاری از هندوها این یک هدف است که باید به آن دست یافت، زیرا اعتقاد بر این است که منجر به تولدی بهتر یا حتی رهایی از سامسارا خواهد شد. اگر بخواهیم کمی پیچیده‌تر صحبت کنیم و درباره خدایان هندوئیسم صحبت کنیم، می توانیم با برهما شروع کنیم. برهما خدای آفرینش است، اما او همان برهمن نیست. برهما یک خدا است، در حالی که برهمن نمایانگر واقعیت الهی، نفس جهانی است. بنابراین حتی اگر نامها بسیار مشابه باشند، این دو چیز کاملا متفاوت هستند. برهما مسئول آفرینش جهان است. او معمولاً با 4 بازو و 4 سر تصویر می شود که نماد این است که او به همه جهات نگاه می کند. سرها همچنین نمایانگر 4 ودا هستند که نماد دوگانهی را در مورد عدد 4 ارائه می دهد. اگر به جلو برویم با ویشنو،
خدای حفظ مواجه هستیم. برهما وظیفه خود را به پایان رسانده، زیرا جهان قبلا خلق و شکل گرفته است. بنابراین عبادت برهما چندان رایج نیست. در عوض بسیار رایج تر است که ویشنو را عبادت کنند که خدای حفظ و نگهداری نظم در جهان است. ویشنو همچنین به خاطر اینکه میتواند به عنوان انسان دوباره متولد شود تا به انسانها کمک کند شناخته شده است. تقریباً مانند خدایان در یونان باستان. بسیاری از هندوها به امید اینند که از تولد دوباره رهایی یابند، ویشنو را عبادت می کنند که دوباره یک هدف مرکزی در هندویسم است. دستیابی به رهایی از سامسارا، چرخه ابدی زندگی. اما اگر ما یک آفریننده و یک نگهدارنده داریم، باید یک ویرانگر هم داشته باشیم. اینجاست که شیوا وارد می شود. شیوا خدای ویرانی، خدای مرگ و تولد دوباره است. برای اینکه چیزی جدید متولد شود، ابتدا باید چیز قدیمی ویران شود و شیوا به طور مداوم راه را برای زندگی جدید و آغازهای تازه هموار می کند. او نمایانگر چرخه دائمی ویرانی و آفرینش است که بخش مرکزی از تعادل جهان را تشکیل می دهد. آنچه که همه اینها به معنی دارد، به زودی خلاصه خواهیم کرد. قبل از اینکه به جمع‌بندی برویم، بیایید درباره گانش که پسر شیوا است صحبت کنیم. گانش شاید معروفترین خدا در هندویسم باشد و معمولاً در مجسمه‌ها و نقاشی‌ها به تصویر کشیده می شود. گانش به ویژه به خاطر سر فیل شناخته شده است. اما او چگونه چنین سری پیدا کرد؟ داستان با این شروع می شود که شیوا، همانطور که قبلا ذکر کردیم، مدت طولانی از خانه دور بوده است. وقتی او به خانه برگشت و موجودی غریبه را در خانه اش دید، فوراً فکر کرد که این شخص عاشق همسرش است. در خشم شیوا آن موجود غریبه را گردن زد، اما سپس متوجه اشتباهش شد. این شخص هیچ عاشقی نبود، بلکه پسر خودش بود که او را نشناخته بود. این خوب نیست. برای اصلاح اشتباهش، شیوا خدمتکارانش را فرستاد تا یک سر جدید برای پسرش پیدا کنند. اما پیدا کردن یک سر آنقدرها هم ساده نبود. تنها چیزی که آنها توانستند پیدا کنند، یک سر فیل بود و به همین دلیل آن را بر روی بدن گانش گذاشتند. به همین خاطر است که گانش سر فیل دارد. او یک خدا بسیار محبوب است و معمولاً با موفقیت و حکمت مرتبط است. بسیاری از افراد هنگام مواجهه با چالش‌های جدید، مانند راه اندازی یک کسب و کار یا شروع تحصیل، گانش را عبادت می‌کنند، زیرا او به عنوان منبعی از خوششانسی و کامیابی شناخته می‌شود. پس این خدایان چه نقشی دارند؟ ما باید بر روی تسلیس هندویسم تمرکز کنیم. می‌توانیم برهما را به عنوان سازنده ببینیم. او جهان و هر آنچه در آن وجود دارد را خلق می‌کند. این برهما است که همه آنچه را که در اطرافمان می‌بینیم ساخته است. ویشنو را می‌توانیم به عنوان نگهدارنده ببینیم. او مطمئن می‌شود که همه چیز به درستی کار می‌کند و جهان در نظم باقی می‌ماند. و وقتی زمان مناسب باشد، شیوا به عنوان ویرانگر وارد می‌شود. او همه چیز را ویران می‌کند تا چیزی جدید متولد شود. شما شاید متوجه شده اید که بسیاری از امور در هندویسم در چرخه‌ها جریان دارند. انسان متولد می شود، زندگی می کند، می میرد و دوباره متولد می شود. همان اصل برای جهان نیز صادق است. هندوها معتقدند که جهان نیز در حال گذراندن چرخه‌ها است. خلق می شود، نگهداری می شود و سپس ویران می شود تا دوباره توسط برهما ساخته شود. اما این چیزی نیست که ما انسان‌ها نیاز داشته باشیم. نگران آن باشیم، زیرا این چرخه‌ها در مدت زمان بسیار طولانی رخ می‌دهند. طولانی تر از آنچه که هر زندگی انسانی می‌تواند تجربه کند. اگر بخواهیم به طور مختصر درباره یک جشنواره صحبت کنیم، می‌توانیم دیوالی، جشنواره نارها را ذکر کنیم. دیوالی به منظور دور کردن تاریکی و تمرکز بر شادی، خانواده و روحانیت جشن گرفته می شود. چیزی که در بسیاری از جشنواره‌ها در ادیان مختلف مرکزی است. در دیوالی، چراغ‌ها و شمع‌ها روشن می شوند
تا نماد پیروزی نور بر تاریکی باشند. دیوالی همچنین معنای دینی عمیقی در هندویسم دارد. این جشن به ویژه به بازگشت خدای راما و همسرش سیتا به شهر آیودیا پس از وز سال تبعید اشاره دارد که نماد پیروزی عدالت و خوبی بر بدی است. این یکی از معروفترین اسطوره‌ها مرتبط با دیوالی است. دیوالی همچنین زمانی است برای دادن هدیه به عزیزان مانند لباس و شیرینی و در برخی مناطق جشن با آتشبازی و نمایش‌های نورانی به پایان می‌رسد. این یک جشن بزرگ است که تمرکز آن بر نور، جامعه و خانواده است. بسیاری از ادیان جشنواره‌های مشابهی دارند که بر نور و جشن‌های جمعی تمرکز دارند، مانند کریسمس یا هانوکا. اگرچه البته در نحوه برگزاری این جشن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. یک بخش مهم دیگر از هندویسم پوجا است که یک مراسم است که در آن افراد از خود وابستگی و قدردانی به یک الوهیت نشان می‌دهند. این کار با آماده‌سازی یک قربانگاه با تصاویر و مجسمه‌های خدایی که قرار است عبادت شود انجام می‌شود. هدف از پوجا ایجاد ارتباطی بین خود و الوهیتی است که مورد عبادت قرار می‌گیرد. در طول پوجا معمولاً منترهایی از متون مذهبی قرائت می‌شود. همچنین معمول است که در مقابل تصویر خدا چراغ‌هایی روشن شود تا جستجوی حقیقت و نور روحانی را نمادین کند، زیرا نور یک نماد بسیار مهم در هندویسم است. این مراسم درباره نشان دادن وابستگی و ایجاد ارتباط عمیق‌تر با الوهیت است. معمولاً افراد هدایا مانند میوه و گل نیز برای نشان دادن احترام و قدردانی خود می‌گذارند. از طریق این اعمال، افراد قدردانی خود را ابراز کرده و رابطه خود را با واقعیت الهی تقویت می‌کنند. زمانی که به متون مقدس در هندویسم می‌رسیم، باید به طور مختصر آنها را بررسی کنیم. ابتدا وداها را داریم که برخی از قدیمی‌ترین متون در هندویسم هستند و به حدود 4000 تا 60 سال قبل از میلاد برمیگردند. وداها بنیاد بسیاری از آموزه‌ها و سنت‌های هندویسم را شکل می‌دهند و بسیاری از ایده‌هایی که قبلاً درباره آنها صحبت کردیم در اینجا ذکر شده‌اند. این متون شامل سرودها، دعاها و آیین‌هایی هستند که در مراسم مذهبی به ویژه در طول جشنواره‌های مهم استفاده می‌شوند. متنی دیگر که اهمیت زیادی دارد، اوپانیشادها هستند که بیشتر فلسفی و وجودی هستند. در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود، مانند من کیستم؟ من در این جهان کجا هستم؟ و معنی زندگی چیست؟ این سوالاتی هستند که بسیاری از افراد بدون توجه به دین به دنبال پاسخ آنها هستند. اوپانیشادها تفکر عمیق‌تری درباره جایگاه انسان در جهان و رابطه‌اش با الوهیت ارائه می‌دهند. دو متن مرکزی دیگر در هندویسم، باگودا گیتا و رامایانا هستند. باگودا گیتا گفتگویی بین شاهزاده آرجونا و خدای کریشنا است، جایی که آنها در مورد اخلاق، وظیفه و سوالات بزرگ زندگی بحث می‌کنند. این متن تأثیر عظیمی بر فلسفه هندویسم داشته و راهنمایی برای چگونگی زندگی یک زندگی درستکارانه ارائه می‌دهد. رامایانا نیز یک داستان حماسی درباره شاهزاده راما و تلاش او برای نجات همسرش سیتا از دیمونرونا است و درس‌های مهمی درباره فضیلت، عدالت و وابستگی ارائه می‌دهد. این 4 مجموعه متن، وداها، اوپانیشادها، باگودا گیتا و رامایانا هسته‌ای از ایمان و فلسفه هندویسم را تشکیل می‌دهند. این متون به طور مشترک درک وسیعی از مبانی روحانی و اخلاقی این دین ارائه می‌دهند. هنگام صحبت درباره هندویسم باید به سیستم کاست‌ها نیز اشاره کرد که در تاریخ جامعه هند نقش مهمی ایفا کرده است. سیستم کاست‌ها مردم را به 4 گروه اجتماعی تقسیم می‌کند که معمولاً به آنها وارنای می‌گویند. در بالاترین سطح برهمنان قرار دارند که کشیشان و دانشمندان هستند و در پایین ترین سطح شودراها قرار دارند که به طور سنتی کارهای جسمی و مشاغل خدماتی را انجام می‌دهند. سیستم کاست‌ها به صورت یک هرم عمل می‌کند که در آن هر گروه نقش‌ها و وظایف خاص خود را
در جامعه دارد. برهمنان به عنوان پاکترین افراد از نظر روحانی شناخته می‌شوند و مسئول برگزاری مراسم مذهبی و آموزش هستند. کشاریاها که دومین کاست بالاتر هستند، شامل جنگجویان و حکام می‌شوند. وایشیاها، تاجرها و کشاورزان هستند، در حالی که شودراها کارهایی در بخش خدمات و کارهای جسمی انجام می‌دهند. کسانی که بدون کاست هستند یا دالی‌ها به طور سنتی بیشترین مشاغل تحقیرآمیز را دارند، مانند کار با زباله یا کشتن حیوانات، و اغلب مورد طرد اجتماعی و ستم قرار می‌گیرند. سیستم کاست‌ها به صورت یک هرم عمل می‌کند که در آن هر گروه نقش‌ها و وظایف خاص خود را در جامعه دارد. برهمنان به عنوان پاکترین افراد از نظر روحانی شناخته می‌شوند و مسئول برگزاری مراسم مذهبی و آموزش هستند. کشاتریاها که دومین کاست بالاتر هستند، شامل جنگجویان و حکام می‌شوند. وایشیاها، تاجرها و کشاورزان هستند، در حالی که شودراها کارهایی در بخش خدمات و کارهای جسمی انجام می‌دهند. کسانی که بدون کاست هستند یا دالی‌ها به طور سنتی بیشترین مشاغل تحقیرآمیز را دارند، مانند کار با زباله یا کشتن حیوانات، و اغلب مورد طرد اجتماعی و ستم قرار می‌گیرند. این سیستم بسیار سختگیرانه است. فرد به کاست خود متولد می‌شود و نمی‌تواند در طول زندگیش کاست خود را تغییر دهد. کاست شما بخش بزرگی از زندگیتان را تعیین می‌کند، از جمله حقوقی که دارید، مشاغلی که می‌توانید انجام دهید و با چه کسانی می‌توانید ازدواج کنید. ازدواج بین افراد از کاست‌های مختلف غیرعادی است و در طول تاریخ تابو بوده است. این تقسیم بندی سختگیرانه بر اساس مفهوم کارما و تولد دوباره است. اگر شما وظایف خود را در این زندگی به درستی انجام دهید و کارمای خوبی جمع کنید، ممکن است در زندگی بعدی به یک کاست بالاتر متولد شود. به همین ترتیب، کارمای بد می تواند منجر به تولد دوباره در یک کاست پایین‌تر یا حتی به عنوان فردی بدون کاست شود. اما در واقع افرادی وجود دارند که حتی در این هرم نیز جایگاهی ندارند. کسانی که بدون کاست هستند یا دالی‌ها که اغلب به آنها گفته می شود. آنها همچنین به عنوان ناپاکان شناخته می شوند و به طور تاریخی کاملا خارج از سیستم کاست ها بودند. دالی‌ها در فقر شدید زندگی کرده و تحت طرد اجتماعی قرار گرفتند. آنها در معابد خوش آمد نبوده و اجازه نداشتند از همان چاه‌هایی که افراد از کاست‌های بالاتر استفاده می‌کنند آب بنوشند. آنها معمولاً مجبور به انجام کارهای بسیار تحقیرآمیز شدند، مانند مدیریت زباله و کشتن حیوانات، به طور لفظی کارهای کثیف که هیچ کس دیگری نمی‌خواهد انجام دهد. این سیستم بسیار سختگیرانه است. فرد به کاست خود متولد می شود و نمی تواند در طول زندگیش کاست خود را تغییر دهد. کاست شما بخش بزرگی از زندگیتان را تعیین می کند، از جمله حقوقی که دارید، مشاغلی که می توانید انجام دهید و با چه کسانی می توانید ازدواج کنید. ازدواج بین افراد از کاست‌های مختلف غیرعادی است و در طول تاریخ تابو بوده است. این تقسیم بندی سختگیرانه بر اساس مفهوم کارما و تولد دوباره است. اگر شما وظایف خود را در این زندگی به درستی انجام دهید و کارمای خوبی جمع کنید، ممکن است در زندگی بعدی به یک کاست بالاتر متولد شود. به همین ترتیب، کارمای بد می تواند منجر به تولد دوباره در یک کاست پایین‌تر یا حتی به عنوان فردی بدون کاست شود. حال که به پایان این ویدیو نزدیک می شویم، می توانی نگاهی به فهرست سمت چپ بیندازی. این فهرست شامل موضوعات مهمی است که باید درباره آنها آگاهی داشته باشی تا درک عمیق‌تری از هندویسم پیدا کنی. اولاً باید با مفهوم تناسخ در هندویسم آشنا باشی که در آن روح در بدنهای جدید دوباره متولد می شود، در یک چرخه مداوم از زندگی و مرگ که تحت تأثیر کارما قرار دارد. این مفهوم مرکزی است برای اینکه هندوها چگونه به زندگی و جایگاه انسان در جهان نگاه می کنند.
همچنین باید با متون مقدس هندویسم مانند وداها، اوپانیشادها و با گودا گیتا آشنا باشی. همچنین با جشنواره‌های مهم مانند دیوالی که پیروزی نور بر تاریکی را جشن می‌گیرد. این متون و جشنواره‌ها سنگ بنای عمل مذهبی را تشکیل می‌دهند و راهنمایی‌هایی را در زندگی روحانی و روزمره ارائه می‌دهند. علاوه بر این، آشنایی با سیستم کاست هندویسم، یک سیستم اجتماعی و سلسله مراتبی که جامعه را به مدت هزاران سال تحت تأثیر قرار داده، نیز مهم است. هرچند که این سیستم به طور رسمی ممنوع شده، اما هنوز زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر اساس ایده کارما و تناسخ بنا شده است. سرانجام، به یاد داشته باش که خدایان هندویسم نقش مرکزی در این دین دارند. برهما، ویشنو و شیوا برخی از مهمترین خدایان هستند که نمایانگر آفرینش، نگهداری و ویرانی جهانند. هر خدا دارای عملکرد منحصر به فرد خود است و به روش‌های مختلف در سنت‌های مختلف عبادت می‌شود. اگر احساس می‌کنی که هنوز چیزی را کاملاً درک نکرده ای، همیشه می‌توانی ویدیو را دوباره تماشا کنی. فراموش نکن که توضیحات و مفاهیم کلیدی را در توضیحات ویدیو بررسی کنی. از اینکه تماشا کردی متشکرم و اگر می‌خواهی ویدیوی بعدی را ببینی، می‌توانی اینجا در بالا کلیک کنی.